جایی هست که خیلی کم بیرو باره. خب یعنی این منطقه تاکسی هست و نفر تیر میشد. یعنی تاکسی های اوسلو هست تقریبا. بعدش هم لازم که بس دور بخورم امو دوباره امزی شوایی که هست شنبه جان شب یعنی منطقه که هست روی سرک یکی خیلی شما با گب ندارم پیش از اینکه ما برم گب نباید مردم متوجه بشه. این مردم که بیشتر بچه های میشون رفت آمد مونه دیگه اینجا میکسته یعنی بچه والی دوست دختر خسته که مونه دوست دختر رو نمیشه کجاست مردم میشه الله دیگه سرگردانی دوست دختر هست. خیلی سخت بخواه قانون نیست از کسی سرک ما ویدیو بیدیم در اینجا جای ویدیو گرفتنش خیلی فرق نیست. نفر دیگه ببینم مرا جریمه میخواد خاطر خیلی وقتا ویدیو گرفتنش خوب نیست. کاسه کن بلب در سرک دست یا پستاز یا دینی دکان هم کست دکانی هم چی هست خب خیر بالاخره دکان هست امشان هم چی دکانی هست ولی خب من نتونستم از جای اصلی مثلا چی ویدیو بگم. خب جای هست خیلی بیرباره ولی میترسم که سیکروتی مرا گیر کنم باز جرمه هم سیکروتی اوسلو بسیار جرمه سنگینی داره. اتفاقا بعضی جایا نمیتونم بستم. این شب های هست که اینجا نفرا میشنه بعدش بدونی کدام بای فرندی بعدش هم خیلی با این آدم ها سخته. معمولا خیلی سال زندگی منم با چوستان اصلا مهاجر پذیر نیستن. واقعا مهاجر پذیر از این خاطر نیستن شاید خیلی دل تنگ شده. بعد بخوایم قضیه از این نروژ برایش صحبت کنم. بعدی قضیه نروژ که هست کلا یک توری هست خب که خیلی چیه مردم هایش خیلی سخته خورده ده مقابل مهاجره خیلی یا همکار باشی حتی همکارم که باشی خیلی صمیمی نمیشن. سالها بیشتر صمیمی نمیشن. به هر حالت یک رقم نگاه منن که مهاجر در یک کشور پذیرفتنش خیلی سخت. اینها یکی این لایلش هست اینا در دستگاه برن. خب بعد
این دستگاهی که هست ما رفتم، این دستگاه ازی جالب نیست، اصلا جالب نیست. من نمیدانم مردم از اینا چرا اینقدر شوق دارن. نمی دروازه شستم. بعد دستگاه های جالبی نداره، خیلی زیاد که چی، به هر حال یک دو سه تایش اگر جالب باشه، ولی معمولا بقیهش جالب نیست. خاطر از اون جالب نیه. نه کشوری سخت، یک کشوری متنفر از مهاجر. خصوصیات نروژ میخوایم شاید توضیح بدیم. سختگیرانه و خیلی با بهانه های مختلف مهاجرای اگر دست به این دخترای بزنه، حتما یک جنجال به این مهاجرا پیدا میشه. من شخصا خودم دوست ندارم مهاجرای، من از جمله مهاجرای هستم که سالهای سال من زندگی منم و هیچ وقت دوست ندارم دست به این دختر زن ازران بزنم، تا این که همکار شوم، تا این که کنار با این باینا. ساری بعدش هم به خاطر او بعد اینا رو میدونی، اینا که رامان اینا که تای شورد هستن، بعد اینا اینطوری نیستن، این تای شورد رامان بسیار سخت. بعد به خاطر سخته که ما مهاجر رو نمیتونیم اصلا سلام علیک کنیم. مجرد سلام علیک کنیم دست به تهمت ناقی، دست به تجاوز، دست به این که مثلا کون دست کرده یا سینه دست کرده یا تن دست کرده. این که از جمله شهرهای هست که خیلی معروف است، خیلی معروف. معمولا سخت قبول کنم که این یک از شهرهای هست خیلی خوبیه. نروژ مردمش 60%، اتفاقا 60%ش مهاجر پذیر نیست. 60% مهاجر پذیر نیه، باید جمله مهاجر پذیر نیستن. یعنی مهاجرها چرا این داره یا فامیل تشکیل بده، یا پدر یا مادر یا خواهر یا برادر یا فامیل بیشتری در اینجا داشته باشه تا بتونه در زندگی موفقانه پیش بره و بدون کدام مرضی، بدون کدام فکری یا هر آن چیزی که در این دنیا به انسان مبتلا میشه، مبتلا از دوری از خانواده، دوری از فامیل، دوری از پدر مادر، همهش. و اینش هم با اون که همه کشورهای اروپا در کل همونطوریه، ولی بقیه کشورها شاید مثل ایتالیا، اسپانیا یونان شاید گرمتر از این آدم ها باشه، گرمتر از این آدم هایی که من صحبت منم از نروژ یا بهتر باشه. آدم های گرمتر باشه، صمیمیت‌تر باشه، صمیمیت داشته باشه. در این نروژ که من صحبت منم اصلا صمیمیت در کار نیست، فقط روی هزینه هست. مهاجر فقط به خاطر افزار، به خاطر از اینکه مثلا مصارف بیشتر به اون دختر کنن و اون دختر یا اون زن فقط به اون لحاظ میشناسه و خیلی زود با اون نفر که مصرف بیشتر مونه و اون مهاجر بیشتر صمیمیت از اونا،
جمعیت از این نروژی خیلی خوبتر میشه. اون کسی که مصرف نمونه یک خورده سختتر و خوب نیست در خوب نیست در همین رو و از اینجا هم که ما شب بخواهیم بگردم حالا بیشتر از خیلی سال ها که شده نگشتم و امشب بخواهیم بگردم این سمت ترین استیشن استیشن اسلوی نروژ اینم نزدیک های ترین استیشن که اینم منطقه تاکسی هایی از این نروژ اسلو این تاکسی های نروژ اینه اسلو اینه که ما عاجزانه نه که خیلی با افتخار میتونم فیلم برداری کنم. تاکسی به هر حال تاکسی نمیشته از اینجا که ماریم اینجا بریم لبی دریا میشه بریم لبی دریا کنم. حالا 1 ساعت شد 2 ساعت شد 3 ساعت شد بالاخره امشب بخواهیم یک فیلم برداری خیلی طولانی و اون جاهایی که ما میخواییم بریم باید امشب دیدیم خیلی پر شده دیدیم خیلی خوب نیست واقعیت کشور بعضی موقع خیلی فشار میاد وقتی بخواهیم فیلم برداری هر حال این یکی از جایایی است که معمولا اینج خصوص آدمایی که میاد بسیار درصدی همون الکلش ارزان تره دیگه جای 150 روپیه و اونجا 100 روپیه معمولا 100 روپیه نه 100 روپیه نه 106 111 روپیه 111 روپیه شده این که است داخل اسلو نزدیک ترین استیشن ما معمولا خیلی دور زدم معمولا 7 دقیقه را هست و اینم اتوبوس های همین اسلو است که معمولا اتوبوس ها را باید بزرگوار این اتوبوس پیش ترین استیشن است ما پیش ترین استیشن معمولا خیلی سخت گرفتم آدم این چه خبرش نه که ما فیلم برداری قریب خفت ما رو میگیرن زودتر از این منطقه تیر شوم مردم زیاد در جریان از این یوتیوب نگرم یا همین ویدیو چون این شو سخته که پیدا میشه و چه غلطی بودیم شو مثلا ویدیو میگیریم این ویدیو که راحت ها ولی آدم های امشب پیدا میشه ممکن داره که ما رو بگه چرا ویدیو میگیری چرا ازی احتمالا چرا ازی ما یک بار بگیم تو چه غلطی مونه که ما رو میگه چرا ولی چرا ازی دنبال دار میشه دیگه یک چرا داره بس دنبالش ما یک چیز میگم یک چیز میگه حالا احتمالا مشروب خورده باشه یک چیز دستر از اون یک چیزی دستر بده دستر ما که نمیدن امشب شاید چون بیرون آمدم اصلا با چای سبزی خیلی خوبیش خوردم آمدم بیرون حالا اینجا میترسم کدام کسی پیدا نشوه که برای خیفت برای نگره معمولا خیلی سخته
ویدیو گرفتن در این شهرها خیلی سخت. اینجام که یک جایی گوشه یعنی اون جایی که از اول ویدیوها گرفتم خیلی بری باره معمولا اونجا اینجاش کسی خیلی معمولا ویدیوهای بری باره اونجا دیگه کلن کسی که همونجا امشب مره دوست دختر پیدا مونه دوست پسر پیدا مونه یا همون رفیق پیدا مونه همون جای دیگه. اینجا که هست جایای تفریحی شبانه روزی هستن که کسی که میخواد تفریح کنه اینجا ما این آبش هم که اتفاقا بسته شد این آب نماد ولی بسته شد این سر از روز من آب میاد ولی شب بسته میشه. خب این کلن جایای آخری ویدیو که من میگیرم کلن جایای تفریحی هست. خب خیر ویدیوش یک ذره چیه یک ذره تاریکه یعنی به هر حال قبول کنید که ما تلفنی آن درست حسابی ندارم. خب نشازی تصمیم گرفتم که یک دوربین میگیرم یک مایک بگیرم و مایک قراره که بگیرم و شبانه روزانه یک ویدیوی ثبت کنم در جریان بیلم بعد یک مصاحبه هم با همین نروژیا داشته باشم که نروژیا از لحاظ اجتماعی از لحاظ فرهنگی از لحاظ مهاجرتی آیا این ملت ما را که در اینجا سکونت داره در نروژ قبول داره نداره ما نمیخوام اگرازی از ما معمولی یک خیلی مصاحبه معمولی بگم. ازشان یک سوال کنم که اون که ما فهم اینج که ما گرفتم اینجا بیبلیوتیکه و این سمت که ما بریم این سمت هم که جای تفریحیه شب جای تفریحیش بریم جای تفریحیش هم که هست این منطقه یعنی منطقه جای تفریحی شو یعنی اینجا چراغان هستن معمولا چراغان. خب این سمت بریم که ما 18 دقیقه شده. خب خیر 18 دقیقه خیلی زیاد شده. خب بازم ما این ویدیو را سعی کنیم که آیا در یوتیوب میگذاریم قبول مونه نمونه. خیلی چی شده خیلی زیاد شده اینجا خیلی تاریک شده دیگه از این و بعدش دیگه رفتنی نیست. خواهیم یک روز بخشش ما اینجا فیلم برداره که مال یک روز میشه شب از این نه شب از دیگه خوبش نمیاد. پس برگردیم پس برگردیم در اون تا دمی کوچه که خانم هست اون رو دوباره برگردیم چون این سمتا خیلی تاریکه شبه تاریکه این سمت تاریکه نه این سمت کلن تاریکه حتی روز فکر کنم خوبه ولی شب خوب نیست. شب خوب نیه وقتی تاریکه اون جایی که کم یا اون گاتا بریم در اون سمت دیگه بریم.
این ویدیویی که من میگیرم کلا امشب خیلی حوصله‌ام سر رفته بود. بیرونم دیگه راه حل نداشتم که بریم یک جایی برم دارو شوم. همه مشکلاتی که دارم گفتم بیا امشب یک ویدیو بگیرم. بعد این ویدیو را ولو 10 ساعت هم شب میگیرم. بعدشم دیگه هر چی که کمتر شد بهتر بود، ولی خود چاره نیست. بعد برگردیم دو یک دونه کوچه دیگه ازی که مردم اونجا مایا نیشه مونه مشروب مخوره. مردم اینجا مثلا چی مونه حالا دختر بچه رو بالمونه، بچه دختر بالمونه. همونطوری هر کس که زبان داشت، هر که چاپلوس بود یا زبان داشت اما بالمونه دیگه. هر کس که نبود نداشت مثل ما اینجا فیلم برداری کنه اینجا اینجا رو بکرد. اینجا نفره که چاپلوس دیگه نفره بچه بنده و کچا موره خیلی هم خوبش. خیلی هم لاف ویدیو نمونه خوده و لاف ازی کارا نمونه. اما خیلی شاید دیگه گفتم یک کم روی ازی کشور نروژ کورسند اسلو یک کم تعریفی از نروژ کنم، از اسلو. من سالهایی پیش نماده بودم، بعد از استرالیا که آمدم اولا هم اینجا زندگی مونم. اصلا کسی را نمیشناسم. بعد یک دو تا رفیق میشناسم، یک دو تا خونی رفیق هستن که از ما بدترم، از ما بدترم. هیچ شناخت کافی از نروژی ندارم. اصلا من یک نفرم در این نمیشناسم. خب خلاصه مقابله منم در زندگی باید مقابله کرد. باید در زندگی باید هر رقمی که شد باید آدم طرف شود با زندگی، با سختی‌هایش، با راحتی‌هایش، با مشکلاتش، با همه چیزش. من دوست دارم که دیگه با راحتی‌هایش هم با سختی‌هایش هم با راحتی‌هایش با همه شرایط‌هایش باید گذران زندگی کنم. خوبه. و این ترین استیشن بود الان که رویش دور دادم. بعدش هم از اینجا یک دونه سرک یان هانسکاتا، خیلی سرک چیه که مستقیم ده و ساختمان ما را که چی مونه ساختمان ما را که ده ساختمان چیه پادشاهی از اینا تقریبا. آره پادشاهی از اینا میشه که ما نزدیک از ساختمان ما رو بس برم فیلم برداری میرم. بعد ایش برمیگردم. حالا این مردمایی که اینجا اگر دوزد یا خاش داشت تو نمیفهمین شما، ولی ما میفهمیم. اینا بعضیا دو میزنن، بعضیا تو کنی مشروب اندازه بالا خورده، بعضی هم فوتبال سعی کرده ولی فوتبال خلاص کرده. اومدن طرف خانه خود مدن ولی اونا مشروب نخوردن دو حد. بعد این کسایی که مشروب خورده بعضیش مایه بیرون خیلی سر صدا مونن. این سرک یکی موتر پلیس هسته. این رفتی از کجا شروع
خیر پلیس کم موضوعات کمی دیسکشنی که ما میدادیم خراب کرده. این یک از سرک های است که خیلی معروفه در یانس هانسگاتا. این مستقیم بالا که بری یعنی میره خواهی دیسکشن یعنی میره بعد مستقیم که مارو میره و در چیز ساختمانی پادشاهی از اونا یا کنگره اونا برابر میشه. باز داخلشون میمون تا آخر اون که رفتیم باز نقششمون بودم امشب باید برم دیگه تا آخرین از این سرگه آخر که شد باز خانه مانم. تهران شیناک است. آدم های بسیار زن های لچاری است که اینا غذا دیست است. اگر خدای نخواسته با اینا گپ ده خیلی آدم گیر میده و از او گذشته خیلی متاسفانه خیلی سخت داره. یا در کل اونطوریه اینا بعضی در بغل بغل استاد شده زنگ میزنه در دوست پسر خود پسرش دوست دختر خود و خیلی خونه سخت. حالا اینجا معلوم نیه که شوهر داره که نداره که مجرده که نیه. زمان قد یک دونه از اینا صحبت من یک نفر سعی پیدا میشه مرتکش پیدا تا بحث منه قدش تا صحبت منه که ببخشی ما نفهمیدم در رقم تو مهاجر هسته در بغلی میگرم کشمونه و اگر ما دیم چیکار شد اگر نداریم چیکار شد اگر دیم کنم جنجال بالا میکشه بعدش ما مقصر از کشور میتونستم میشه من مقصر میشناسم ما را در هر حال ما بگرچه بگیم که ما مرد هستیم باز ما ملاقه داریم در زن و دخترمون باید زن نداریم دختر زنی من آورده نکنی نه آوردم تا ولی عروسی نکردم این مشکلات داره هرچی بگی نه دیگه اینا فقط میگن نه من کار به تو نبرم مشکل داری نداری اذیت میشی نمیشی کاری به این نداره. اینا به جرات که چشا مهاجر اولین تقدیر کاری که برومش مهاجر برومش اینو قدر دخالتی در امور اجتماعی از اینا در دخالتی در زندگی از اینا در دخالت خود از اینا اصلا ندارم با خود اصلا دوست هم ندارم. حالا یک جا اگه همکار باشم یک سلام علیکم اونم همکاری در داخل کار بدون از کار اصلا من نمیشناسه نشم زیاد شلم نمیشم حتما من رو باید بیرون از کارم بشناسه. ما خیلی ها رو میشناسیم بهتر است ما پاکستانی ها هندوستانی ها و سیاپوستا و این سه بشر اینجا خیلی معروف. بعدش ما معروف که نیستیم به خاطر چی با دلیلای مختلف زن خودم بکشیم اولادای خود مثلا تربیت نمیدیم تربیت داده نمیتونیم. بعدش هم اینا در سطح دولت میکشن دولتی پارلمانی دادگاه. بعد از دادگاه
اینا خبرش پخش میشه که این مهاجر افغانستانی این کار کرده اون کار کرده. بعد این مهاجر افغانی این کار کرده اون کار کرده و در جرع به جهنم. ولی من که هیچ کاری نکردم، نه زنایی کردم، نه دختر در اینجا بال کردم در خانه خود بردم، نه زن ما اینجا قد زن کسی گپ زدم. تکلیف ما چی میشه؟ منم یک از اون مهاجرای افغانستان هستم. بعد اگر یک دونه نروژی رو بگم که من افغانستانی هستم، I don't care یعنی به جهنم تو هستی یا نی، یا مگه فقط یا مگه شیطان، یعنی تو بعدی ما در حال همچین چیزایی مگه معمولا آدم خفه میشه. من شخصا خفه میشم، من شخصا ناراحت میشم، در حالی که من دختری زن نروژی را هیچ وقت من این کار نکردم و این کارم نمون دوستم ندارم با اینا درگیر کنم، با اینا یک کمیسیونی در جریان بندازم تا 3 سال دیگر و 1 سال پیش بره کمیسیون تا خلاص شد. یعنی آقا سکولان دیسکوی. خب بعد اینم پارک، اینجا هم پارک هست. بعد امروز چون دل ما درد کرده امشب و ما میخوایم همه مشکلات از این کشور توضیحات بده. این موزیک هم معمولا صدایش امیدوارم باید این خب بعد این صدای موزیک امیدوارم باید این موزیک ها هست که ما بعد موقع زنهای ما، دخترای ما در اینجا ما یک دنیای دیگه، یک کلچر دیگه، یک قوانین دیگه، یک حساب کتاب دیگه، به کلی یک چیز جدیدی که معمولا با اون مردی که مرا صبح تا شب زحمت میکشه در پای از اون آدم بنده خدا بنمونه که تو زنکه باز بودی قبلا، تو دختر باز بودی، تو این کاره بودی، تو این کاره بودی. بعد یهویی با اون مردی که عمر خدا مثل ما خواب کرده در کشور شوهای شو با این سرکی که ما باید دست کنشون با این سرک های تنها میگرده گوشه را موره که کدام مشکلی بخش ما پیدا نشه با کلچری، با قوانین از این شرایط های از این کشور. بعد این میشه یک دردسر بخش ما. این دردسر یک روزه نیست، یک دردسر یک مریضی یک ماه هسته، 5 روزه هسته، یک 2 هفته‌ای هسته. ولی این مریضی که ما میگم این مریضی خیلی کلان مریضی با انسان با وجود میاد. یعنی اینجا خب بعد اینمی رقم ما میخوایم صدای از این موزیک هم بشنوید. خب از این چی که باریم یک کم دور بختیم اینجا به خاطر که ما اگر بالا بگیرم شاید یک چیزی جالبی هسته کم کس گیر نمید. این بارم ما این پشت از این رقم چیه دیگه داخل مردم شاد شنگول امشب
فقط من که شاب شدیوان نیستم دلیل های خاص بخشی خود دارم و دوستم ندارم شاد و چنگل باشم. همیشه باید بهترین زندگی سپری کنم. زندگی برای من یک نواخت هستم. یک وقت شنبه ای بخشم مهم نیست، دوشنبه ای مهم نیست، سه‌شنبه ای مهم نیست. بعضی موقع بهتره که من بیرون نیم. بیرون اومدن بخشم خیلی در سر بزرگ شد. در سر بزرگ به خاطر ایجاد مونه که از یک طرف موزیک هایی که هست بسیار آدم شوق میده که باید برای داخل از اینا شرکت کنه و برای اونجا یک رقص بازی کنه و از یک طرف دیگه آدم نگرانی چارتای دیگه میشه. خب اینه من نمیدونم تا چی وقت را ادامه داشته باشه را تا چی موقع. حالا من که سن من از 27 سال گذشته پایین تر دور نمیگم، 25 سال 27 سالی که گذشته حالا نمیتونم چه موقع من راحتی از این دنیا رو ببینم دیگه به خدای حق معلومه یا الله یا نصیب. خب اینجا هم هست ما تمام کنیم ویدیو را با این شرشره آب، با این نعمت هایی که در این دنیا ما را داده. شبی دوستا خوش و موفق و کامیاب و سرحال و همیشه آرزوی موفقیت، آرزوی صحتمندی برای همه تان خواهان و خواسته‌ام. خدا یار و مددگاری همه شما